از حضرت معاذ ابن جبل روایت بوده که حضرت گفتن هر وقت بنده مسلمان به سقم و وبا و کسل گرفتار می شود، ملائکه طرفی شمال چپ می گفته، ملائکه طرفی چپ می گفته، ملائکه طرفی راست قلم بردار هیچ ننویس. میگه چما؟ میگه بنده کسل شده گیا، یگان چی ننویس قلم تا او بردمو میمونده. با ملائکه دستی راست میگفتن چیکار کنم؟ با تو چیکار میکنی؟ میگفته تمام بیماریش همین خل عمل و ثواب نویس که غیر ثواب در نامه اعمال چیزی نبینه. ادی بنده کسل میشده، ملائکه طرفی دستی چپ راستش میگفته که هیچی ننویس قلم تو برمونه که امروز روزی من فقط همون ورقه ها ده همون کتابا را ای ثواب پر میکردگی بنده کسل ای. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده جمعه خان، بنده مسجد بیا وقتی کسل میشده ملائکه اومده جای او را میدیدین غمگین میشدین، میگفتن این همینجا چیکار میکرد؟ نماز میخوان. حتی یک عالم از دنیا میگذشته 40 روز زمین گریه میکرده، 40 روز آسمان گریه میکرده. چی با؟ میگفته قدم این برکت بود، جای این برکت بود. حتی که جای آدم این نمازخوان و ملائکه خالی میدیدین میگفتن این کجا ده؟ دعاش کنه که بیاید. اما او را میفهمیدن که او گذشته های، اما او را میفهمیدن او مرده های، استغفارش میکردن که خدایا رحمتش کرد. معاذ ابن جبل گفت از بنده وقتی کسل میشود ملائکه طرفی دستی چپ نوشتن میقبیدن تو بس که ما ملائکه دست راست نویسه. چی نویسه؟ تمام اعمال ثواب نویسه. الحمدلله. دردم یا نعمت های، دردم یا کسلی های، دردم یک کسلی در وجود ما هسته که یک تنبل میکنه بدن مونه، اما ریزیش و کفارت گناه مونه. با آمدگی به دست در خبر از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا مرض العبد بعث الله الیه ملکان، بنده وقتی که بیمار میشده خدا دو ملائکه رو راهی میکرده است، میگفته نظر کنه که بندم چی میگه. بعد از اون ملائکه ها میگفتند که پروردگارا الحمدلله میگه، شکر میکنه، تو میدانی که او چی میگه، تو همش میدانی و اما دیده استم که الحمدلله شکر گفته است. فیقول خدا میگفت از ملائکه ها لعبد الا ان انا توفیته ان ادخله الجنه و ان انا شفیته ان ابدله لحما خیرا من لحمه و دما خیرا من دمه و ان اکفر عنه سیئاته. ملائکه هم شاهد باشه اگر این بندم از دنیا به این درد گذره من ایره در بین جنت جاش میکنم. اگر شفاش دیم اون خون و آن گوشت و آن رگ و آن پوسته که به این بیماری درد کرد ما او را علیش میکنم با یک خونه که از این خون بهتر بود، با یک گوشته که از این گوشت بهتر بود، با یک پوسته که از این پوست بهتر بود. چرا؟ زیرا که اون خون و گوشت پوست گناه زدگیش میکشم میپرتم، خون و پوست و گوشت نوش میتیم که با چیزی نو کار سر کنم. خشابه حال انسانه که در درد طاقت میکنن و شفا مییابن. وقتی او شفا مییافته شکر میکرده، او پوستی نو میپوشیده، او گوشتی نو میپوشیده، او خونی نو میپوشیده است. گفته علیش میکنم اگر گفته با این درد مر و صبر کنه من او را در بین جنت جا میتم. حکایت است که کان فی بنی اسرائیل رجل فاسق، در بنی اسرائیل یک مرد فاسق بود، ای فسقش هیچ کس او را من کرده نمیتونست، حتی زج اهل بلده، دیهات شهر از دستی بداد آمده بود. مردم از من کردن یا عاجز بدن از فسقش، به سوی خدا دعا میکردن. خدا به سوی موسی امر کرد این که بنی اسرائیل ده یهودیا ده یک جوان فاسقی است که او را از شهرش بیرون کردن، او را نماندن، حتی که از نحسی این یگان جهنم یگان عذاب بالای سرمانه بیاید سرش کردن. موسی علیه السلام آمد و این جوان دید که برآمد برابر خلق موسی میره بیرون کرد. به خدا امر کرد که او را از همین
ده بیرون کن موسی این کار کرد. فخرج الی مفازت، این جوان رفت یک جایی که نه یک انسان بود و نه یک زراعت بود و نه یک وحشی بود و نه یک پرنده بود. روز فمریزه، بیمار شد. فی تلک المفازه، در همون منطقه، ولیس عنده معین یعینه، نه یگان چشمه بود نه یگان خیش تباره بود. در روی خاک غلطید و سرش ماند. گفت اگر پدر و مادرم پیشم ده میشدن لرحمتنی، من در رحم میکردم. ولا بکد علی مزلتی، این حالی منم میدیدم ما گریه میکردم. و اگر پدر و مادرم زنده میشد، فرزندام زنده میشد، من دستم میگرفتن. اگر زنم میشد پیشم، برای من گریه میکرد ای فراقم. یگان کس نیست از دوستان که برای من گریه کنه و پیش جنازه من دا باشه. گفتم میگه این جوان گریه کرد، میگه بالای خاک ده. ولا قالو، بد گفت پروردگارا من مغفرت کن، منی غریب بخش، منی ضعیف بخش، منی عاصی گناهگار بخش، منی فاسق بخش، منی مطرود از رحمت خدا دور شده را بخش. من امروز از شهر به سوی بادیه آمدم، غریب شدم، من دور شدم، در این بادیه غلطیدم. من میدانم که اکنون از این دنیا به آخرت میرم، همه چیز ناامیدم باشم، اما از رحمت تو امید دارم. پروردگارا از من قطع کردی، گو پدرم، مادرم، فرزندم، زنم، زوجم، همه‌ش دور کردی، لیکن از من رحمت قیچی نکه. من از رحمت تو امید دارم. فإنک احرقت قلبی یفارقهم، از جدایی اونها دلای من میسوزه، لیکن میترسم خدایا گفت با گناهت، با گناهم در جهنم من نسوزم. از دوری اونها من سوختم، لیکن نمیخوام که جهنمت سوزم. بعد از او خدا میگه حورها را رایی کرد، بالای سرش تا آمدن، یکی به صورت مادرش، یکی به صورت زنش، یکی به صورت فرزنداش، یکی به صورت پدرش. دید حیران شد، همین صحنه رو دید میگه حیران شد. و ملکا علی صفت والده و جلس عنده، و بالای سرش شیشتن و نوازش کردن، گریه کردن، میگه همینو. بعد از او گفت، میگه امر شد که این پدرت، این مادرت، این از جفتت، این فرزندات، همش در پیش تو آمدین. چی با آمدن؟ تو برای که صدقاً گریه کردی، توبه کردی که من ای رحمتت امید دارم. امروز تو به رحمت خدا پیوستی و من تو را بخشیدم. بعد از او میگه خدا به موسی علیه السلام امر کرد، موسی فلان وادی رو، در همون موضع یکی از اولیاهای ما از دنیا گذشتگی است، فاحذروه، حاضر باش، و تول امره وراءه، پیشش در رو. موسی حاضر شد، همین موضع را دید که همین جوان، همون جوانی که از شر خودش سرش کردگی بود، در همین وادی به آب و به هیچ چیز غلطی به امر خدا. و موسی دید که حورها در اطراف او دور میزنند. بعد از او موسی گفت پروردگارا این همون جوانی است که اخرجته من البلدی، با فرمان تو من را بیرون کردم، با فرمان تو من را سر کردم. بعد از او خدا گفت موسی تو را من نگفتم که رحمتی من کلانه؟ موسی تو خبردار نیستی که رحمتی من کلانه؟ این وقت این موضع آمد، از وطنش جدا شد، از مادرش جدا شد، از پدرش جدا شد، از زن و فرزنداش جدا شد. وقتی اینجا که آمد او غریب بود. من غریب گفت دوست ندارم موسی. غریب دعاش گفت مثل دعای نبی های پیغمبران، من غریب دوست ندارم موسی. من این حورا را رایی کردم به صورت اولاد اجداد پدر و مادرش که بنده من دلش آب خره در وقت جان دادم. یترحمون علی مزلته فی غربته، این وقت خش غریب گفته دعا کرد، منم رحمت ما برای او ارزانی کردم بالای سرش نه. فإنه اذا مات الغریب، موسی میگه گفت موسی گوش کن، هر وقت یک غریب میمره و او بنده من یاد میکنه، من امر میکنم آسمان و زمین برای گریه میکنه که فلان غریب
در فلان جا مرده، آسمان و زمین امر میکنم گریه میکنم. رحمتی من میدونی موسی چند کلانه، من چخیل رحم نکنم او دا، غیر من کی دارن او، من چخیل اونها را پرتام. همه گناهش بخشید و موسی جنازش میخوانی اکر، دعاش میکنی، گوروش میکنی. انا این از رحمت خدا، انا این از فضیلتی که پروردگار برای ما داده است. هر وقتا که آدمی غریب در وقت نزع میشده، در وقت جان برآمدن، پروردگار میگفت یا ملائکتی، ملائکه های من، این غریب مسافره، فرزنداش ترک کرده، عیالش ترک کرده، پدر و مادرش ترک کرده، این میمره، هیچ کس برای این گریه کننده نیست، هیچ کس برای غم نمیخوره. بعد از آن خداوند یکی از ملائکه ها را به صورت پدرش میگردونده، یکی از ملائکه ها را به صورت مادرش میگردونده، یکی از ملائکه ها را به صورت فرزندا و خاننگیش میگردونده. پیش او می آوردین، او چشماش میکشوده، اینها را میدیده، با همین خرسندی میگه روحش قبض میکنه خدا. قسم به خدا این حقه، این را من دیدگیم خدا. وقتی که انسان اگر واقعا بیمار شود در دل شب، رحمت خدا کلانه، می بیاین یک مخلوقاتی که او را نمیشناسی. این در تورات آمده بود است که موسی اگر یک غریب کسل شود، او وقتی که آه میکشه و من یاد میکنه، من ملائکه راهی میکنم که او را دور میزنن گردشته، من ملائکه را راهی میکنم که او را یاردم میکنم. آیا در جنگ بدر رسول اکرم ملائکه یاردم کردن؟ در جنگ احد یاردم کردن؟ ما اگر بنده خدا باشه ملائکه ما را یاردم میکنم، میبیایم. ایرا خصوصا من در شاهدی زندگی خودم دیدگیم، قسم به خدا. وقتی بیمار میشه انسان، شب شکایت میکنه به درگاه خدا، قسم به خدا این نیروی آسمانی را میبینه، با چشم سر میبینه، چخیل میبیاین یاردم میکنه. این در تورات آمده بود است. بعد از آن هر وقتا که جنازه او بیرون برایم، یشیعونها، من چنان جنازه او را نورانی میکنم، و یدعو له، چنان یدعون له، دعوت میکنم ملائکه ها را که بیایه بیایه جنازه این. جناب پیغمبر فرمودند من مریض لیلتن، کسی شب بیمار شود، فصبر، طاقت کنه، راضی شود از این کسلش، ای خدا از گناه همیشه تازه میکرده ایش خدا که نو ای آتش به دنیا آمده. پیغمبر خدا رو میپرسن که حضرت فلانی صحابه کسلش وزبینه، گفته خدا او را پاک کردسته. نه چگونه؟ گفته مسلمان وقتی که کسل شود خدا او را پاک کردسته، او شستشو قرار داره. فاذا مریضتم فلا تتمنوا العافیه، وقتی شما کسل شده هیچ محل در حال سلامتی و تنجیر و صحتی را نپرسه، زیرا که در بدن شما گفت کفارت گناه بوده. کم ترک صبر کنی اکو، کم ترک طاقت کنی اکو، همون گناه ها ریز رو آخی. در برای مسلمان چی بوده؟ ریزیش گناه. قال الضحاک، امام ضحاک گفته من لم یبتلی بین کل 40 لیلة ببلیة ام هم او مصیبت فلیس له عند الله خیر. نزد ما اولیاها همین است که هر کس در 40 روز یک بلا و یک غم و یک مصیبت بالای سرش نبیاید، معلوم است که حال ایمانش قوی نیست. برای آدمای ایمان قوی خدا امتحان رای میکرده. حضرت ابراهیم خداوند چه امتحانایی کرد. حضرت ابراهیم به علا پرتافت. حضرت ابراهیم از زنش او شاه دست درازی کرد. حضرت ابراهیم فرزندش به قربانگاه کشید. اما همه این امتحانا را حضرت به سری بلند گذاشت، خشا به حالش. بعد از او گفت انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم اکنون همه پیغمبران پیغمبرند لیکن امام نیستند. اکنون من تو را برای بشریت امام اعلام میکنم.
حضرت ابراهیم کی بوده؟ امام. غیر پیغمبریشون بود چی بوده حضرت؟ امام. رسول الله هم امام هم. امتحانا را گذشت. هر انسان باید بینم کدام روز پیغمبر ما خرسندی بود. یگان روز رسول ما خرسندی نبود عزیزان. یگان روز پیغمبر ما خرسندی نبود. هر روزش به یک زیقی میگذشت. چرا؟ احوال فقر اومد، کمبغلی اومد، عزیزاش ای دست میرفتن، دین، آیین، چقدر آزارا حضرت دادن. برای همین ایمان آدم ایمان قوی را بالای سرش نه غم هم می آمد از این شخصیت. ایروی همین معلوم میشه. گفته پروردگار گفت والله یحب الصابرین، من بنده های صبر کننده ما دوست می‌دارم. و صبر علی اوجوهین، صبر چند قسم داره. صبر در طاعت خدا، صبر از حرام های خدا، صبر در مصیبت نزدی بالای سری ما ده صدمه میزنه به مصیبت. عزیزامون ای دست میتیم، زن ای دست میتیم، فرزندان میمرن، خانه میره، پول میره، پدر و مادر میره. سه تقسیم کرده امام غزالی صبر. کسی اگر در طاعت خدا صبر میکرده مثل شما بارین که چشماتون در خواب حلقه میزنه اونه که شما بداره، خدا روز قیامت درجه میداده 300 تا، هر درجه بین زمین و آسمان بوده. کسی در طاعت خدا صبر میکنه، کسی در طاعت خدا میان میبنده، کسی در این طاعت ها راست میایسته، کسی بیدار میکنه چشمشه دانه که این فردا 300 درجه میگرفته، هر درجه بین زمین و آسمان بوده. کسی به خاطر طاعت خدا بیدار خوابی میکشه، کسی از حرام خدا صبر میکنه، زنا، کاری گناه، کاری محارم، کاری افلاس میدانی وزبینه اما صبر پیشه میکنی. خداوند 600 درجه میداده، هر درجهش بین زمین تا آسمان هفتم بوده. کسی از حرام پرهیز میکنه، خشا به حال آدمایی که از حرام پرهیز میکنه. کسی که اگر مصیبت بالاش بیاید، یگان عزیز شای دسته، زن شای دسته، کودک شای دسته، شوهر شای دسته. صحابه می به ابو طلحه میگه 10 بچه ما در خاک ماندن، فرستاده خدا گفته 10 تا تخم کارید که روز قیامت سر می بردارن، میگن تا آتا و چم جنت ندرویم و جنت نمیدرویم. خشا به حال آدمایی که فرزنداشان در یاشه از دست دادن. پیغمبر گفتن کسی 2 فرزندش به بلاغت نرسیده دست داده باشه، روز قیامت و نزد خدا دعوا میکردن که تا ما را پدر و مادرمون جنت نداریم و جنت نمیدرویم، به جای او جنت هست. کسی در این خیلی مصیبت ها پدر میتیه، مادر میتیه دست، عزیزاش میتیه، صبر میتیه، خدا 700 درجه میداده که از زمین تا عرش تا زیر سدرت المنتهی بوده هر یکتاش. این درجه ها را خداوند برای آدمایی میداده که در مصیبت صبر پیشه کنن. روی النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر حدیث گفتن که با خدا گپ زدن. خشا به حال آدم پیغمبر ما را بزرگیش بینه که خدا قدی گپ بزنن. ما من عبد نزلت به بلیه، هر بندم که در او بلا می بیا بالاشته اما او منو می قپه، مگر اینکه من برای او پیش از دعا کردم حاجت چه می برارم. بلا بالای سرش می بیا منو می قپه، ولی از من دعا نکرده، سوال نکردم می برارم، دعاش قبول میکنم پیش ای دعا کردن. هر بندم ده که بلا می بیا من ده پناه نمی طلبه، او میره از مخلوق پناه می طلبه، من برای او درهای آسمان محکم میکنم، من برای او درهای رحمت محکم میکنم. بنده ایده که بلا می اومده بالای سرش نه، ولی دستش نبرداشته که دعاش قبول میکنم. دستش نبرداشته بالا چیکار میکنه خدا؟ دعاش قبول میکنم. واجب است بر هر یک آدمی عاقل در بلا صبر کنه، ولا یشکو، شکایت نکنه، و ینجو من عذاب دنیا و الاخره،
کسی بالاش بلا میبیا صبر میکنه، خداوند غمی دنیا و آخرت از سرش دور میکرده، دیگه بالای ده غم نمی آورده. زیرا این که وزبین ترین بلا را اول پیغمبران میدیدن، دویم اولیا میدیدن، سوم هر کسی که چنگ ایمان داره. تا ما بالای سر مونده بلا نبیاید، ولی مسلمان بودن ما معلوم نیست. ما دعوای ایمان میکنیم که من الحمدلله مسلمان و خمون به ایمان میگیریم، که باید بلاقت امتحان شویم. بلاقت چی شویم؟ امتحان شویم. قال الجنید البغدادی، حضرت امام جنید بغدادی گفت است که بلا و آفت چراغ اولیاهای. بلا آفت چی بده؟ چراغ اولیاها. و خواب عاشقای خدا بوده. عاشقای خدا بلا میدیدن اگه خواب میکردین با. و صلاح مومنین بوده. بالای سر مومنان بلا بیاید اصلاح میشدین و آدمای جاهل و غافل هلاک میکردن. لا یجید احد حلاوة الایمان حتی یأتیه البلاء و یرضى و یصبر. ندیدم حلاوت ایمان، گفت جنید بغدادی، تا آدم ده بلا نبیاید طاقت نکنه و راضی نباشه. جنت میخوایی، رحمت خدا میخوایی، اکنون صبر کن به مصیبت های دنیا، صبر کن به این سختی ها. این دین، این آیین، این مسجد، این قرآن، این میراث رسول اکرمه. این به آسانی آمدگی نیست، این به محنت آمدگی است، این به عذاب آمدگی است. برای ما مفت آمدگی است، برای همه قیمت ندارد. میدانین که همه شما جنگ بدر، جنگ احد، جنگ موته، جنگ سویق و جنگا رو نغز میدانین، اون غزوه ها رو خوب میدانین. جنگ قادسیه را نغز میدانین که مسلمان ها در زمین فارس 8,500 صحابه را دست دادن. شما اینا رو نغز میدانین. در جنگ یرموک مسلمان ها 12,000 صحابه را دست دادن. اسلام به زمین روم رفت، اسلام به قلب اروپا رفت، اسلام به خوارزمین آمد. فهمین که همه این ده محنت صرف شده بوده. این خیل خانه های گرم، این خیل مسجد، این خیل محراب به آسانی نیامده. این قرآن به آسانی نیامده. این بسیار شداید سختی های کلان داشت، مصیبت ها داشت. صحابه شب خواب نمی رفت، در زیر این برف ها اونها حرکت میکردن، خواب برایشان حرام کردن. پوستینی راحت و گرمه از خودشان دور کردن. حتی در یک از غزوه ها وقتی که مسلمان ها زمین اندلس اسپانیا می درایند، طارق ابن سعد در لب بحر نگاه میکنه و میبینه که اولین جنگ مسلمان ها در بحر، اولین جنگ مسلمان ها در بحر. طارق ابن سعد کشتی ها را میبیاره، میخواهند رومی ها که مسلمان ها را در بحر میان زمین بوغی کنند، اما نمیتونند. وقتی که بیرون میبراید طارق تمام کشتی ها را علاو میزنند. سپاه اسلام آن روز 60,000 بود، سپاه کفر آن روز 200,000 بود. کشتی ها را علاو میزنه و طرف تمام سپاهیان میگه کشتی ها را دیده؟ میگن بله. میگه چیکار کردن؟ گفتن سوزاندی. گفت در پشت شما چیه؟ گفت بحر. گفت در پشتون چیه؟ گفت دشمن. گفت جای گریز نداره. شداید و بلا بالای سرد میبیا. همین حالت میگه زنش ایدرون خیمه صدا کرد که طارق مدت 6 ماه میشه که خیمه من نمیبیایی، مدت 6 ماه میشه که بستر من نمیبیایی. تو چخیل جواب میتهی؟ و حضرت میخنده میگه یا در داخل شهر مدرید و میخریم، در همونجا اگر زنده و سلامت باشیم همونجا به خیمت میبیام، یا در جنت و میخریم. پناه به خدا. اینقدر مصیبت در بین سر این قماندان عالم اسلام باز انک دعوا میکنه که چرا پیش من نمیبیایی.
روزی شد که مسلمان ها دروازه های شهر اندلس اوی کردن. 600 سال اندلس در دست مسلمان ها بود. صبر میکنی، انم خیلی مصیبت ها بالای سرت میبیا، انم خیلی مصائب میبیا، اما راه دین همینه. چی نمیرسه جابر ابن عبدالله ده که از مدینه منوره بیایه و در خط هرات خاک شوه؟ چی نمیرسه او ده؟ چی وای سودا را دوست نمیداره؟ وای زن دوست نمیداره؟ وای راحت دوست نمیداره؟ اما اونها به خاطر این قرآن و این مدرسه و مسجد سرزمین های من آورده آباد کردن. مسعود ابن عباس همون روز پیغمبر خدا از دنیا میگذره، این صحابه در شستن جنازه رسول اکرم اشتراک داشته، آب میریخته. و دادر عبدالله ابن عباس بود، اکش بچه حضرت عباس امکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این چی میشوه که میبید از سمرقند ما درین غار میدره میره شاهی زنده میشوه؟ چی وای مجبور میکنه؟ چی وای سودا رو دوست نمیداشت؟ وای راحت دوست نمیداشت؟ وای راحت زنک ناز نمیدید؟ اما همش پسی پا زد، آمد داخلی اون غار در آمد با نام شاهی زنده، رفت دیگه باز نگشت. برای همین عزیزا راه اسلام همینه که در مصیبتاش صبر میکنی، در سختی ها صبر میکنی. خشا به حال انسانه که این امانت به صعود رسانه. حلاوت ایمان ندیدم گفتم مگر در همین چیز. خشا به حال آدمایی که در بلا طاقت میکنن، در بلا صبر میکنن، در بلا آفت مردانوار میستن.